تا حالا شده با یه اپلیکیشن کار کنین و حس کنین انگار دقیقاً برای شما ساخته شده. همه چیز سر جاشه، روونه، عالیه. یا برعکس، انقدر کلافتون کنه که دلتون بخواد گوشی رو پرت کنی اونور. خب، پشت این تجربه‌های خوب و بد، یه سری قوانین روانشناختی پنهان وجود داره که امروز می‌خوایم با هم رمزگشاییشون کنیم. این دقیقاً همون سوالیه که هر روز باهاش سر و کار داریم، مگه نه؟ چرا بعضی اپ‌ها اینقدر لذت بخشن و بعضی دیگه خب یه کابوس واقعی‌ان؟ جواب این سوال یه جای خیلی جالبه. یه جایی که شاید فکرش رو هم نکنین. توی نقشه راهنمای مغز خود ما. خب بیاین یه کمی نقشه پنهان ذهن رو باز کنیم. جان یابلونسکی توی کتابش یه ایده خیلی جالب رو مطرح میکنه. میگه ببینید، ذهن همه ما یه جورایی از قبل سیمکشی شده. یعنی یه نقشه ذهنی داریم که بهمون میگه از دنیا و ابزارهایی که استفاده میکنیم چه انتظاری داشته باشیم. دقیقاً همینه. بهترین محصولات اونایی هستن که خودشون رو با این نقشه ذهنی ما وفق میدن، نه اینکه ما رو مجبور کنن یه نقشه جدید یاد بگیریم. یعنی چی؟ یعنی یه طراحی عالی با روانشناسی ما همراه میشه، نه اینکه بخواد باهاش بجنگه. این اصل کلید تمام بحث امروزمونه. خب بریم سراغ اولین قسمت از سفر کاربر. اولین برخورد. چطور یه محصول میتونه توی همون چند ثانیه اول کاری کنه که شما حس کنین انگار سالهاست باهاش کار میکنین؟ راز این حس آشنایی چیه؟ جوابش توی قانون جیکابه. این قانون یه چیز خیلی ساده و منطقی میگه. کاربرا بیشتر وقتشون رو توی سایت‌ها و اپ‌های دیگه میگذرونن. پس ذهنشون به یه سری الگوها عادت کرده. اونا دوست دارن سایت شما هم همونجوری کار کنه. لازم نیست چرخو از اول اختراع کنی. مغز ما دنبال راه ساده است. نمیخواد برای هر چیز جدیدی یه دفترچه راهنمای جدید یاد بگیره. یه مثال خیلی دم دستی بزنم. شما وقتی وارد یه سایت فروشگاهی جدید میشین، بدون اینکه حتی فکر کنین میدونین سبد خرید کجاست. احتمالاً اون بالا، سمت راست. چرا؟ چون تو 99% سایت‌های دیگه هم همونجاست. اینطوری مغزتون انرژی اضافه نمیسوزونه و فوراً احساس میکنه که اوضاع تحت کنترله. این دقیقاً قدرت قانون جیکابه. خب حالا که کاربر با محیط احساس آشنایی میکنه، باید تعامل فیزیکی با صفحه رو هم براش راحت کنیم. اینجا قانون فیتس وارد میشه. این قانون خیلی فیزیکی و ملموسه. میگه هر چی دکمه بزرگتر و به انگشت شما نزدیکتر باشه، سریعتر و راحتتر میتونین روش بزنین. به همین سادگی ولی فوق العاده کاربردیه. یه نمونه عالی از این قانون قابلیت ریچابیلیتی توی آیفونه. وقتی گوشی‌ها بزرگ و بزرگتر شدن، رسیدن انگشت 60 به بالای صفحه تقریباً غیر ممکن شد. اپل چیکار کرد؟ به جای اینکه شما انگشتتون رو به بالای صفحه برسونین، بالای صفحه رو آورد پایین پیش انگشت شما. یه پیاده‌سازی هوشمندانه از قانون فیت که جلوی کلی حرکات آکروباتیک با انگشت رو گرفت. خب تا اینجا کاری کردیم که کاربر حس کنه همه چیز آشنا و در دسترسه. مرحله بعدی اینه که کمکش کنیم توی مسیرش گم نشه و بتونه راحت تصمیم بگیره. این یعنی ساده کردن پیچیدگی‌ها. تا حالا شده جلوی منوی بلند بالای رستوران یا یه صفحه پر از دکمه هنگ کنین؟ این دقیقاً قانون هیکه. هرچی گزینه‌های ما بیشتر و پیچیده‌تر باشن، زمان بیشتری طول می‌کشه تا تصمیم بگیریم. بهش میگن فلج تصمیم گیری. یه طراحی خوب جلوی این اتفاق رو میگیره. و پادشاه این قانون کیه؟ قطعاً گوگل. صفحه اصلی گوگل رو تصور کنین. یه صفحه سفید، یک لوگو و یک کادر جستجو. همین. هیچ چیز اضافه حواس شما رو پرت نمی‌کنه. انتخاب شما کاملا مشخصه. جستجو کن. این یعنی قدرت سادگی در عمل. اما خب بیاین واقع بین باشیم. پیچیدگی رو نمیشه کاملا از بین برد. همیشه یه مقدار پیچیدگی توی هر سیستمی وجود داره. قانون تسلر میگه سوال اصلی این نیست که چطور پیچیدگی رو حذف کنیم. سوال اینه که کی باید با این پیچیدگی سر و کله بزنه؟ کاربر یا سیستم؟ یه طراح خوب این بار رو از روی دوش شما برمی‌داره. بهترین مثالش چیه؟ اپل پی یا گوگل پی. شما فقط گوشیتون رو نزدیک دستگاه می‌کنین و تمام، پرداخت انجام شد. اما پشت صحنه چه خبره؟ سیستم داره با کلی چیزای پیچیده مثل آدرس، شماره کارت، امنیت و دست و پنجه نرم میکنه. تمام اون پیچیدگی به پشت صحنه منتقل شده تا تجربه شما فوق‌العاده ساده باشه. خب این عدد چیه؟ 400 میلی ثانیه. این عدد یه جورای مرز بین لذت و کلافگیه. این آستانه 2 هرتزیه. زمانیه که یه سیستم باید به شما پاسخ بده تا حس نکنین که داره وقتتون رو تلف میکنه.
اگه پاسخ سیستم زیر 400 میلی ثانیه باشه، مغز ما این تعامل رو سازنده و فوری تلقی میکنه. اما اگه بیشتر طول بکشه چی؟ اینجا طراحا یه حوکه روانشناختی جالب به کار میبرن. اون جعبه‌های خاکستری که موقع لود شدن فیسبوک یا لینکدین میبینین، بهشون میگن اسکلتون اسکرین. اینا باعث میشن مغز ما فکر کنه که یه اتفاقی داره میفته و در نتیجه انتظار کشیدن برامون قابل تحمل‌تر میشه. خب فرض کنیم کاربر کارش رو با اپلیکیشن ما تموم کرد و رفت. حالا سوال اینه چی توی ذهنش باقی میمونه؟ چه خاطره‌ای از این تجربه براش ساخته میشه؟ اینجا دیگه پای روانشناسی حافظه میاد وسط. جواب این سوال توی قانون اوج پایانه. این قانون میگه ما کل یه تجربه رو به یاد نمیاریم. فقط 2 لحظه تو ذهنمون حک میشه. شدیدترین لحظه، چه خوب چه بد، که بهش میگیم اوج، و لحظه پایان. کل قضاوت ما از یه تجربه بر اساس میانگین این 2 لحظه است. یه سوگیری شناختی خیلی قدرتمند. یه مثال فوق‌العاده از این قانون اپلیکیشن میلچیمپ هست. شما کلی زحمت کشیدین، یه کمپین ایمیلی طراحی کردین و با کلی استرس دکمه ارسال رو میزنین. کاری که میتونه خیلی پر استرس باشه. اما درست در لحظه آخر اون نماد میمون معروفشون میاد روی صفحه و به شما یه بزنقدش دوستانه میزنه. این لحظه پایانی مثبت کل خاطره شما از اون فرایند پر استرس رو تغییر میده. تا اینجا همه چیز عالی به نظر میرسه، نه؟ ابزارهایی برای ساختن تجربه‌های بهتر. اما این ابزارهای روانشناختی فوق‌العاده قدرتمند هستند و هر جا قدرت هست، مسئولیت هم هست. و اینجاست که بحث ما کمی جدی‌تر و شاید تاریک‌تر میشه. سوال اینه، آیا این دانش قدرتمند از روانشناسی انسان همیشه در جهت منافع ما به کار گرفته میشه یا میتونه علیه ما استفاده بشه؟ برای جواب دادن به این سوال باید با یه مفهوم علمی آشنا بشیم. جعبه اسکینر. توی این آزمایش به یه حیوان برای انجام یه کار پاداش داده میشد. اما نکته اینجاست، اگه پاداش غیر قابل پیشبینی و متغیر باشه، اون حیوان به شکل وسواسگونه‌ای اون کار رو تکرار میکنه. این مفهوم متاسفانه سنگبنای خیلی از طراحی‌های اعتیادآوریه که هر روز باهاشون سر و کار داریم. اینجا تفاوت اصلی مشخص میشه. پاداش ثابت مثل حقوق ماهیانتون قابل پیشبینیه. خوبه ولی وسوسه انگیز نیست. اما پاداش متغیر مثل دستگاه‌های قمار کاملا غیر قابل پیشبینیه. شما نمیدونین با کشیدن اهرم چی گیرتون میاد و این عدم قطعیت فوق‌العاده اعتیادآوره. حالا به حرکت کشیدن برای ریفرش توی توییتر یا اینستاگرام فکر کنین. این دقیقاً همون اهرم دستگاه قمار نیست؟ و این دقیقاً همون جاییه که به اون معضل اخلاقی میرسیم. همونطور که منبعمون میگه طراحا یه مسئولیت بزرگ دارن. آیا محصولی میسازن که واقعاً به زندگی مردم کمک کنه یا فقط یه ماشین اعتیادآوره که هدفش بالا بردن آمار زمان صرف شده در اپلیکیشن برای شرکتشونه؟ پس دفعه بعدی که گوشیتون رو برداشتین و دیدین که نیم ساعته دارین بی هدف اسکرول میکنین، یه لحظه از خودتون بپرسین. طراح این اپلیکیشن طرف من بوده و میخواسته بهم کمک کنه یا یه متخصص روانشناسی بوده که یاد گرفته چطور من رو کنترل کنه؟ این سوالیه که میخوام با شما رو تنها بذارم.